روز 14 می احمد الشرعی رئیس جمهور سوریه در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واخوری کرد. یک روز قبل از این ترامپ در یک همایش مشترک اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان آمریکا و عربستان سعودی گفت که از بالای سوریه تحریم‌های اقتصادی برداشته می‌شوند. او گفت که پس از صحبت با شاهزاده محمد بن سلمان و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به این قرار رسیده است. ترامپ گفت این تحریم ها بسیار سخت و مانع بودند. حالا وقتی آن رسیده است که سوریه از نو و پای خیزد. و افزود که فرمان داده است تمام محدودیت هایی که رشد اقتصادی سوریه را باز می داشتند از بین برداشته شوند. بعد این اعلان روز چهارشنبه یک نشست ویژه میان آمریکا، سوریه، عربستان سعودی و ترکیه برگزار شد. اردوغان در این نشست به طور آنلاین اشتراک کرد. در برابر سران کشورها وزیران کارهای خارجی هم شرکت داشتند. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید در شبکه اجتماعی خبر داد که ترامپ از شرعه خواسته است که به سازشنامه ابراهیم همراه شود. این چنین مسئله های مبارزه با گروه داعش و بیرون کردن نیروهای خارجی از ارتش سوریه را مطرح کرده است. با گفته رسانه ها، احمد الشرعی در نوبت خود مسئله بهتر کردن روابط سیاسی میان سوریه و آمریکا و جلب سرمایه گذاری و کارکرد ذخیره های نفتی سوریه را بررسی کرده است تا که اقتصاد کشور پیش رود. بسیاری از تحلیلگران به این واقعه با تعجب زیاد می‌نگرند. آنها به این اشاره می‌کنند که نه چند سال بلکه همگی چند ماه پیش ایالات متحده ای آمریکا احمد الشرعی را شخص جستجو شده اعلان کرده بود. برای گرفتن معلوماتی که به بازداشت یا قتل او لازم بود 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. این نشان می‌دهد که او تا چه اندازه از نظر آمریکا شخص خطرناک و مهم حسابیده می‌شد. با وجود این در یک گردش شدید رویدادها امروز احمد الشرعی به جای رسیده است که او را در قطار راهبران کشورهای پرقدرت می‌بینیم و در همایش‌ها و گفتگوهای سطح عالی شرکت می‌کند. او با راهبران دولت‌ها و نمایندگان رسمی و خورده در مورد آینده سوریه و منطقه بحث می‌کند. به نظر بسیاری از تحلیلگران این یک نمونه روشن آن است که چگونه شخصی که باعث تهدید شمرده میشد میتواند با استفاده از سیاست، هوشیاری و استراتژی به یک شخص مهم سیاسی تبدیل یابد.